السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نیابان باشه از تمام بلاها و آفتهای زمینی و آسمانی، و خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند الله اونها را شفای کامل عاجل از خزانه غیبش عطا بفرماید. این حال الحمدلله ما در دیگه شهر بودیم، یعنی با مسکو آمدیم و بسیار برادرها زنگ می‌زدن که کی میای. الحمدلله این روز رسیدیم سوق سلامت به جای مکان منه، یعنی رفته ایستیم به جای کارخانه را. و رقم هایی که در یوتیوب هستن 8966 3892 میتونین که انشاءالله زنگ بزنین، و اگر که برای شما زحمت نشوه همین ویدیو را پدیلیت بکنین به خاطر الله. خداوند هر یک ما و شما را نیابان باشه و از دعای صالحتون فراموشمون مکنین، و جمله مسلمانانی که بیمار هستند در حق اونها را دعا کنین و خداوند این ساحرای بدبخت ها را خار و ذلیل و نیست و نابود شو مگردونه. و حرکت کنین، کوشش کنین کدامید که سحر و جادو کرده، کدام برادر یا که یگون اپا و خواهر پیش شخص رفتین که اونها کتاب کشادن، یا که پیش شخص رفتین نام مادری شما را و نام شما و نام مادری شما را گرفتن، پیش اونها کدامید که رفتین هر آن چیزی که برای شما دادن اونها را بگیرین، یعنی کشاده کنین در یگون آب پرتایین از الله، یعنی طلب مغفرت کنید که خداوند گناه های شما را ببخشه. هر شخصی که در یعنی محفل همونها اشتراک میکنه، اگر که اشتراک کرد دیده و دونسته 40 روزه عبادتش قبول نمیشه، و اگر که او را قبول نکنه و اگر قبول کنه عیاذا بالله یعنی کفر کرد، شرک آورد. خداوند هر یک ما و شما را از این شرک ها، از این پیمان ها نگهبان باشه و حرکت کنین. یعنی یگان کسی پیشون فولبینایی که مثال علم غیب و نعوذ بالله گپ میزنه، اونها همش ساحر هستن، یعنی جادوگر هستن. خداوند هر یک ما و شما رو نیابان باشه و ویدیو رو با دیگران برسونید تا اینکه انشاءالله که خدمت خود را با اهل مردم تاجیکستان انشاءالله برسونید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.